کلیسا مکانی ساکت و مقدس تو دین مسیحه و همیشه این سکوت چیز خوبی نیست. مخصوصا وقتی که اون کلیسا جز ترسناک ترین کلیساهای جهان باشه. و کلیساهایی که به خاطر گذشته شوم و اتفاقات بدی که در گذشتهشون رخ داده و امروزه به خاطر همون گذشته ترسناک خالی از سکنه هستن. و من میخوام چند تا از کلیساهای ترسناک و تسخیر شده رو بهتون معرفی کنم که حتی بعضیاشون با استخون انسان ساخته شده. پس ادامه ویدیو همراه من باشید. شماره 1. کلیسای جمجمه در ایتالیا. شهری تو ایتالیا به اسم سالنتو هست که گذشته تاریک و عجیب و غریب داشته. اول از همه بگم که اسم این کلیسا اوترانتوه و به دلیل ساختن بخشی از کلیسا با جمجمه انسان لقب کلیسای جمجمه رو به خودش گرفته. داستان این جمجمه ها اینه که تو سال 1480 18,000 نفر از ارتش عثمانی به شهر حمله کردند و این کلیسا تو اون سالها در داخل خودش کاشی‌های عجیب و غریب از درخت زندگی انسان‌های از فرش به عرش رسیده، از جنگ بین خوب و بد، موجوداتی نیمه انسان و نیمه اسب و اسب‌های تک شاخ داشت. ارتش عثمانی شهر رو تسخیر کرد و 800 نفر از مردم رو که زنده مونده بودن به داخل کلیسا بردن و مجبورشون کردن که به اسلام روی بیارن. ولی مردم مقاومت کردند و عثمانی ها مردم رو به رگبار بستن و همه رو کشتن و جای کلیسا هم مسجد ساختن. اصل ماجرا اینه که چند سال بعد ایتالیا شهر رو پس گرفت، مسجد رو خراب کرد و کلیسا رو دوباره ساخت. تو بخشی از کلیسا هم جمجمه اون 800 نفر رو قرار داد و این جمجمه ها باعث وحشتناک شدن کلیسا شده. شماره 2. کلیسای استخوان در پرتغال. اگه که فکر میکنی 800 تا جمجمه برای ترسیدن کمه، حتما این کلیسا میتونه ترسناک باشه، چون از میلیون ها جمجمه و استخوان انسان های مختلفی ساخته شده. این کلیسا تو شهر اوورا و تو کشور پرتغاله. و اما ماجرای این کلیسا اینه که تو قرن 16 راهبان کلیسای سنت فرانسیس تصمیم گرفتن کلیسایی بسازن و اون موقع مشکل مردم شهر وجود زیاد گورستان ها بوده. به همین دلیل تصمیم گرفتن کلیسا رو از استخوان مردگان بسازن و همه قبرها رو کندن و از استخوان‌ها کلیسا ساختن. هدفشون هم از این کار نشون دادن نزدیکی مرگ به زندگی بوده. چیز عجیب‌تر جمله‌ای است که جلوی در کلیسا نوشته: استخوان‌های ما اینجاست، منتظر استخوان‌های شما هم هستیم. شماره 3. کلیسای چشمه در لهستان. این کلیسا از جمجمه ساخته شده، اما نه به خاطر تکمیل بودن ظرفیت گورستان. تمام استخوان‌های این کلیسا از اجساد قربانیان جنگ 30 ساله سیلسیانه و از سال 1776 تا سال 1794 ساخت این کلیسا که 18 سال بوده طول کشیده. دلیلش هم اینه که یک کشیش با یک قبرکن این کلیسا رو با 24,000 جسد ساختن. شماره 4. کلیسای وست مینستر در لندن. قدمت این کلیسا به قرن 6 برمیگرده و معماری خوبی هم داره. همه چیز تا اینجا خوبه، ولی وقتی وارد کلیسا میشی روح یک مرد رو میبینی که به صورت معلق در کلیسا میچرخه و گزارش‌هایی از مردم هم ثبت شده که ساعت 5 و 6 یک روح در اطراف و داخل کلیسا میچرخه. مردم شهر تلاش کردن که باش ارتباط برقرار کنن، اما هر بار به شکل عجیبی ناپدید شده. بعد از تحقیق‌های زیادی فهمیدن کشیشی هستش که قبلا توی این کلیسا زندگی می‌کرده. شماره 5. کلیسای تپه تخم مرغ در چرنوبیل. شهر چرنوبیل با انفجار بمب هسته‌ای متروکه و خالی از سکنه شده و یک کلیسا توی این شهر قرار داره که درش بسته است و هیچ کس حق ورود به اون رو نداره. البته کسی جرأت نزدیک شدن به این کلیسا رو هم نداره. قبل از ماجرای بمبگذاری کشیشی توی این کلیسا بوده و هر کسی که به کلیسا میرفته رو میکشته و تو کلیسا این اجساد رو جمع میکرده. بعد از کشتن تعداد زیادی از مردم خودش رو هم به دار آویخته و در کلیسا برای همیشه بسته شده. ولی از این کلیسا با اینکه درش بسته هست صداهای عجیب و غریب و کودکانه و جیغ‌های بلند شنیده میشه و همین باعث ترسناک شدن این کلیسا شده.
امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا اونجایی که میتونید از این 5 تا کلیسا دور بمونید. سابسکرایب و لایک هم فراموشتون نشه و تا ویدیو بعدی به امید دیدار.